کجا توقع بکنیم که ملت ارتقا بکنه، این ملت جور شوه، این ملت دیگه سالم شوه؟ نه، از علوم عصری به او مستوای رسیدیم که لا عطل راحت مادی حاصل میکردیم و نه از علوم دینی خو بالکل بستره را جمع کردیم. الله حافظ گفتیم که ما با قرآن ضرورت نداریم، با حدیث ضرورت نداریم. الله یارتان شما بره شما گونه فکرا تا آلی را امروز خوانه از فیسبوک ها و اینترنت هایتان ملحدینی که در امریکا و روس و در لندن و در فرانسه و در جرمنی نشسته میگه این دینی عرب هاست، چاردان عرب آمده ای کارا را میکنه، در سخت فتنه هاست. ما در ضمن سخنهای خود یک گپه به حکومت هم اعلان میکنیم که حکومت هماهنگی عقیده یک مردم با مردم دیگه این را اینطور فکر نکو که تو امو مردم هستی، تو اونمو هستی. چرا تو رفع الیدین میکنی؟ چرا تو امین به جهر میگی؟ چرا در جمعه یک خطبه میگی؟ چرا تو درس قرآن میکنی؟ این دستورات الهی است، این گرفته شده و پیروی شده از یک شخص نیست. بدانه یک کمی فکرتان در کار پرته نکنه حالات ببینه، از چی کنترل کنه؟ ملت کجا بروه؟ چی قسم بکنه؟ این جوان کدام طرف شوه؟ اگر مدرسه را تو نمیگذاری به اون حسابه که من میخواهم که قرآن و حدیث باشه، جوان کجا بره؟ چی بکنه؟ تو زمینه را مساعد نمیکنی، خود به خود تو زمینه را مساعد میکنی و باز جریمه میکنیش، میگیریش. چرا؟ او خواسته است. دین تقاضا داره، دین خدا. هر کدام ما میخوایم دین خدا بفهمیم. از کجا میفهمیم؟ در شکم مادر یاد گرفته میشه، در خانه پدر یاد گرفته میشه تا که یک مرکز نرسه. ولی یک گپ آخر میزنم، لعنت الله به او شخصی، لعنت الله به او شخص. شما امین بگوید. لعنت الله به او شخصی که درسا و مراکز قرآن بسته میکنه با شیطانی خود، با دسیسه های خود، با برنامه های ابلیسی و شیطانی خود درس قرآن بند میکنه. مردم ایره بدانه، شاید مرکز و درس قرآن بسته شوه، ولی ایره یاد داشته باشی که در تاریخ زندگیت اتور لکره در عمل نامت زده ای که نخواد ششته شوه. باز در پیش الله به هزاران دفعه توبه بکنی ولی قبول نشوه. به اینمی قدر ریش میایی درس قرآن به محض گپای عادی بند میسازی، پیش الله رفته نیستی. الله از پیشت سوال میکنه. نکو. اگر یک عالم ما خدمت قرآن میکنه نکو، بان بگذار یک شار مسلمان بله مراقبت کو، بیا بیشی انتقاد کو، اینی گپی خطا گفتی، بیرون از قرآن گفتی، بیرون از دین گفتی. از انتقاد ما قطعا گریز و فرار نداریم، گله نداریم. انتقاد کو ولی دسیسه جور نکو. جال شیطانی را اوار نکو که مانع درس کتاب الله شوی. باز الله تباید میکنه. به الله قسم ایره بدانی، اگر این درس ها را بند کردی، اگر سری خودت چیزی نشده، میبینی که اولادت کور شوه، اولادت شلو شد شوه، اولادت نعوذ بالله زناکار شوه، در به در خاک بسر شوی. ایره باید بدانی این دین است. وظیفه تنها ملا نیست، عالم نیست. این دین وظیفه تنها من نیست، همه ما واجبه ماست، فرض ماست، لازم زندگی ماست، لازم دین ماست که ما از چی دفاع بکنیم؟ از دین دفاع بکنیم، دین خدا فرا بگیریم. قرار هر کاری که میشه خب من مسلمان نه سری مسجد الله غیرت میکنم، نه سری دین الله غیرت میکنم، نه سری کتاب الله غیرت میکنم. یک روز یک مسلمان یک عریضه را پیش کرد، در تلویزیون برد که از جناب محترم حکومت صاحب ملا امام مسجد ما برای ما ترجمه قرآن کریم میداد و بیگاه برده شده توسط نیروی شما. یا جرمش برای ما علنی بگوی که اینی جرم است، نشان بده.
و اگر نیست ما را خیر جواب بده که نمازم نخوانیم دروازه مسجد بسته کنیم. اگر جرم نداره چرا عالم برده شوه؟ چرا مورد لطوکوبی اینطور کسای قرار بگیره که او حتی کلمه را هم یاد نداشته باشه؟ باز چرا ما همت نمی کنیم؟ اما قدر عالم کی معلوم میشه، کی بری آدم واضح میشه؟ زمانی که از این دنیا بروه. I